سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه ویدیوی قدیم آپلود کردم در مورد مهاجرت خودم بود تو سال 2015. خیلی ویدیومو دیدن، خیلی دوست داشتن که پارت دوشو بذارم و مثل اینکه خیلی پیداش نمیکنن، چون من پارت دوشم گذاشتم. الان تقریبا میشه گفت 10 سالی فکر کنم گذشته باشه دیگه. حالا 10 سالم که نه، 9 سال، چون من آخر 2015 اومدم و اتفاقاتی که برام افتاد تا اینجاشو میدونید، ویدیو دیگه‌مو دیدین، ولی یه سری از حرفا هست که کسی نشنیده و ندیده. خیلی خوبه که آدم بدونه. من تونستم، موفق شدم شرکت خودمو بزنم، مارک خودمو بزنم و خیلی بابتش خوشحال هستم. امروز 2 تا شرکت دارم، یکیش زنجیر است و یکیش مارک خودمه. شستشوی خونه و سقف خونه تعمیر میکنم. خب این کلا 2 تا شغلی بود که تو زندگی مثلا فکرش هم نمی‌کردم بیام سمتش. من مکانیک بودم درس مکانیک خوندم و امروزه اومدم سراغ شغلی و نه تنها شغل بلکه شرکتش هم زدم و خیلی راضیم. کلا ریسک خوبه. یه سری بعضی موقع آدم بخواد سبک زندگیش عوض کنه. دوستان ناگفته نموند، یه زمین دنج هم گرفتم تو جنگل نزدیک آبشار که الان 2 متر برف اونجا، ولی خب تو تابستون یه جای خوبیه که آدم با موتوری ماشینی بره اونجا، دراز بکشی، آفتاب بگیری، چمن بزنی و خب دوستان گلم، اون ویدیویی که گذاشتم خیلی وقت پیش بود. خیلیاتون کامنت گذاشتین که زمانی که تو رفتی چطور بود. اون زمان مرزا باز بود، سال 2015 بود، فقط ایران و ترکیه صفر بود. بعدش خیلی راحت تر می شد اومد. من اون موقع با 7 میلیون اومدم و الان 100% باید مبلغ خیلی بالاتری بدیم. دوستان وضع اروپا چطوره؟ اروپا واقعا اوضاعش بده. توی آلمان چند هفته پیش، نه تو همین هفته بود، یه آقا پسری 24 ساله که اهل افغانستان بود 35 یا 37 نفر رو زیر گرفت بابت اینکه آلمان بهش ردی داده بود، گفته بود باید کشور رو ترک کنی. ماشاءالله بدنسازم بود، هیکلش خوب بود، بهش نمیخورد که مریض باشه یا چیزی، ولی خب بعدها زنده دستگیرش کردن، گفتش که به خاطر اسلام بوده و اینجور داستان. همین بگذاریم بریم سراغ سوئد خودمون. چه اتفاقی افتاد سوئد هم که بله، هفته پیش آقای سوئدی به اسم اریک که زده بود به سیم آخر، وارد یه مدرسه بالای سن، کسایی که تازه وارد اروپا شدن و میرن تو مدرسه ها که درس بخونن، سنشون اکثرا 35 40 50 60 ایناست، وارد این مدرسه میشه با یه تفنگ و تفنگش هم اتومات بوده و شروع میکنه به تیربارون. 10 نفر رو میکشه و در آخر خودشو میکشه. تو این مدت هم حالا کسایی که تو دستشویی بودن ویدیو گرفتن که داد میزنه از اروپا گم بشین یا از کشور ما گم بشین. در کل میخوام بگم که راسیست هست. همون طرف ما این کارا میکنیم، اینا این کارا میکنن، خیلی بده. آلمان هم که در خبر آخرش گفت که دارید آخرین میخا رو میزنید. خب این آخرین میخا رو میکوبید خیلی معنی میتونه داشته باشه، ولی خب یکی از بزرگترین معنیاش هم همینه که یعنی مهاجرت بسته و دیگه کسی رو تحویل نمیگیره به این آسونی. اون دوستانی هم که میرن سمت امریکا، خودتون دیدید توی این اینستا اینا پره. امریکا هم دیگه قبول نمیکنه. امروز اتفاقی افتاده که توی ایران خیلی زیاد میبینید که همه بدون مدرک و بدون اجازه کار دارن کار میکنن و این اتفاقا داره توی امریکا و اروپا میفته. شما الان وارد یه پیتزایی بشید، از جلو همه زبون سوئدی بلدن، ولی داخل که میری میبینی 4-5 تا مهاجر که نصف قیمت کار میکنن که زبون بلد نیستن. خب خودتون در جریان هستید دیگه. اینجور چیزا خیلی زیاد شده و این داره به ضررشون تمام میشه. یه آقایی هم بود که چند وقت پیش اگه یادتون باشه قرآن آتیش زد توی سوئد، اونم به قتل رسید. یه تیر تو مغزش زدن، حالا کی زد و ایناشو نمیدونم، ولی خب در کل اونم فوت کرد و اروپا واقعا اوضاعش بده، مخصوصا سوئد دیگه رد داده میشه گفت. دیروز هم که برف زیاد داشتیم، تقریبا 95 تا ماشین تصادف کرد توی اتوبان پشت سر هم، بوف بوف بوف، و همه مجروح شدن و بیمارستان کشید کارشون. سوئد هم که خیلی ضعیفه کار رسیدگی بیمارستانش و نتونست دستش بر بیاد، مجبور شدن با هلیکوپتر جابجا کنن یه سری رو
دوستان اینم بهتون بگم کسایی اینجا زندگی میکنن که دکترا دارن، خانوادگی همه دکتران، ولی بازم سوئد میخواد دیپورتشون کنه. یکیش مثالش همین پسر عربه که چند وقت پیش دیدم. راستی سایت استکهلمیان رو بهتون معرفی میکنم، اگه دوست دارید در مورد اروپا بدونید استکهلمیان رو دنبال کنید، خیلی اطلاعات دقیق و خوبی میذاره، اطلاعات به روز میذاره، به فارسی هم مینویسه. و این خانواده همشون دکترا دارن، درس میخونن اینا، ولی سوئد میخواست دیپورتش کنه. کلا سوئد رده، یعنی یه کسی که به نظر من اون کسایی که ردن و خلاف میکنن اونا رو اقامت میده، نگه میداره، ولی اونایی که خوب هستن و به درد جامعه میخورن و اقامت نمیده. خیلی عجیبه. خود سوئدی هم شکایت میکنن، میگن آقا این یارو دکتره، نمیخوای بفرستی بره، ما دکتر نداریم، تو داری چیکار میکنی؟ سوئد هم که به کسی چشم نمیگه. خب بویز، اون ویدیویی که قدیم گذاشتم سوال در موردش خیلی زیاد بود، من همینجوری بهتون بگم چند تا توضیح. من سال 2015 اومدم، مرزا باز بود، با 7 میلیون اومدم، الان نمیدونم چقدر. این که من میتونم بهتون کمک کنم به اروپا، در جوابش میگم نه خیر. من قدیم چند سری این کار کردم و اون کسایی هم که به اروپا رسیدن یه سری اقامت گرفتن، یه سری هم بعد چند وقت خودشون رو دیپورت کردن و کلا من تو این کار نیستم. اونایی هم که بوده معرفی فقط کردم و دیگه همچین کاری نمی کنم، چون دیگه کسی رو نمیشناسم و نخواهم کرد در کل. دوستان فقط خواستم بهتون بگم اون کسایی که سوال میپرسن من کجا هستم چی کار میکنم، بله توضیح بهتون دادم. شرکت و باغ و خونه و موتور و گواهینامه موتورم هم گرفتم، گواهینامه اسکوترم هم گرفتم که ویدیوش هم آپلود کردم و داریم آماده میشیم برای سفرهای دور اروپا. خب اون حالا این چیزایی که میگم خیلی هم میگن خب فکر میکنن آره این اروپا خوبه این چرا اینا. خلاصه بهتون بگم من اون زمانی که اومدم مرزا باز بود، اون زمان اقامت میدادن، الان رو داریم میگیم، الان صفر شده. دوستان امیدوارم روز خوبی داشته باشیم و این ویدیو من به دردتون بخوره. خیلی خوشحال میشم شیر کنید تا به ویسنینگ های من یا همون فالوورهای من متوجه بشن. ببخشید سابسکرایب دوستان لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و حتما تا میتونید شیر کنید تا اون کسایی که این اطلاعاتو میخوان به دستشون برسه، تا منم کانالم دوباره بیاد بالا. این اطلاعاتی بود در مورد مهاجرت. راستی لاغر کردم از آخرین سری، شاید ویدیو قبلیمو دیده باشید، تغییراتی تو ایجاد شده باشه. این تیشرتم پوشیدم چون اولین ویدیویی که گذاشتم در مورد مهاجرت همین تیشرت تنم بود و سایزش بعدا برام کوچیک شد، الان دوباره اوکی. فداتون بشم، دوستتون دارم، خداحافظ.